این عکسو ببین، یه دکتر ارتشی قرن 19 اوورکوت بلند، کلاه نظامی و یک نگاه سرد و جدی. دکتر جیمز بری یکی از بهترین جراحای ارتش بریتانیا. بالاترین رتبه نظامی پزشکی امپراتوری. اولین جراح تاریخ که سزارین موفق انجام داد و مادر و بچه هر دو زنده موندن. و وقتی مرد یه خدمتکار اومد که جنازه‌شو آماده کنه و اونجاست که میفهمه این آدم هیچ وقت مرد نبوده. به کانال رازنامه خوش اومدین. این ویدیو در مورد کسیه که برای رسیدن به آرزوهاش باید یک نفر دیگه میشد. ایرلند سال 1789. مارگارت آن بوکلی توی خانواده خیلی فقیر به دنیا اومد. کورک شهری که زنها توش فقط یک نقش داشتن: خونه، بچه و سکوت. ولی مارگارت از بچگی یه چیزی توش بود که با همه فرق داشت و میخواست دکتر بشه. پرستار نه، دکتر. تو اون دوره این حرف به قدری جدی بود که حتی گفتنش هم ممکن بود آدمو دیوونه به نظر برسونه. قانون دانشگاه‌ها و جامعه همه میگفتن که زنها حق ندارن که پزشکی بخونن. مارگارت اینو میدونست و یه تصمیم بزرگ گرفت. عموی مارگارت جیمز بری یه نقاش مشهور و بزرگ بود. اون دانشگاه رفته بود و اسم و اعتبار بزرگی داشت. وقتی که عموش میمیره یه نقشه شکل میگیره و مادرش و دوستاش توی این راه همراهیش میکنن. مارگارت آن بوکلی اون روز میمیره و جیمز بری متولد میشه. موهاشو کوتاه میکنه، لباس مردونه میپوشه، یه اوورکوت بلند میگیره که همیشه حتی توی تابستونم اونو میپوشیده. صدا و راه رفتن اون رو هم تمرین میکنه. بعد با یه نامه توصیه از یه لرد انگلیسی سوار کشتی میشه. مقصد ادینبورگ دانشگاه پزشکی. سال 1809 جیمز بری وارد دانشگاه میشه. همه فکر میکردن که اون یه پسر بچه نابغه است، خیلی کوچیک، خیلی ظریف و صدای نازک. استادا میخندیدن و میگفتن که اون برای این کار خیلی جوونه. ولی جیمز بری هیچ وقت ناامید نمیشه. سال 1812، 3 سال بعد از ورود، جیمز بری مدرک پزشکی میگیره. I now authorize you to practice medicine. تو دوره‌ای که جراحی بدون بیهوشی بوده و تو دوره‌ای که اره ابزار اصلی جراح بوده و بیمار رو نگه می‌داشتن تا جراح کارشو انجام بده. ولی بری از پس همه اینا برمیاد. بعدن اون به ارتش ملحق میشه و جراح ارتش بریتانیا، آفریقای جنوبی، هند، جزایر کارائیب و کانادا. هر جا که میرفته 2 چیز داشته. اول یه عصبانیت معروف. بری به هیچ کس احترام نمیذاشته، نه فرمانده ها، نه وزرا و نه هیچ کس دیگه، و اگر اشتباهی رخ میداده داد میزده. و دوم، نتایج باور نکردنی. سال 1826 کیپ تاون، آفریقای جنوبی. یه زن باردار، وضعیت بحرانی و زایمان طبیعی ممکن نبوده و هر دو توی خطر مرگ بودن. بری یه تصمیم میگیره که تا حالا هیچ کس اون تصمیمو نگرفته بوده. سزارین. یه عمل که تا اون موقع هیچ وقت هم مادر و هم بچه زنده نمونده بودن. وقتی بری این کار رو انجام میده، هم مادر و هم بچه زنده میمونن. اسم پسر رو میذارن جیمز به احترام دکتر. اولین سزارین موفق تاریخ پزشکی توسط کسی که طبق قانون حق نداشت اصلا دکتر بشه. یه چیز جالب، فلورانس نایتینگل، قهرمان پرستاری دنیا، یه بار دکتر بری رو میبینه و ازش متنفر میشه. اون توی خاطراتش نوشته بوده که این مردک وقیح ترین آدمیه که تا حالا تو عمرش دیده. بری هم مقابلش وای میسته و سرش داد میزنه چون فکر میکنه روش مراقبت از سربازای مجروح اشتباهه. هر 2 نفر میخواستن بهترین مراقبت رو بدن و هر دو مطمئن بودن که حق با خودشونه. ولی یه تفاوت بوده که فلورانس نایتینگل میتونسته زن باشه و کار کنه، ولی جیمز بری نمیتونسته. سال 1065 لندن. یه بیماری وبای دیفتری تمام شهر رو میگیره و دکتر جیمز بری هم مریض میشه و در نهایت میمیره. خودش قبل از مرگ گفته بوده جنازه‌مو سریع دفن کنین و به هیچ معاینه‌ای احتیاج ندارن. ولی خدمتکاری که اومده بوده جنازه رو آماده کنه، یه اتفاقی میافته که 56 سال راز نگه داشته شده بوده رو یه دفعه‌ای فرو میریزه.
ارتش بریتانیا وقتی این رو میفهمه بلافاصله پرونده ها رو مهربون میکنه و 100 سال یعنی یک قرن کسی حق نداشته در مورد این موضوع حرف بزنه، چون میدونن چه معنی داشته این راز اگر برملا میشده. یک زن بدون اینکه کسی بدونه بهترین جراح ارتش امپراتوری بریتانیا شده بوده. اولین سزارین موفق تاریخ رو انجام داده بوده و بالاترین رتبه نظامی پزشکی رو گرفته بوده و هیچ کس تا اون موقع متوجه این موضوع نشده. مارگارت آنبوکلی، زنی که دنیا بهش گفته نمیتونی و اون تصمیم گرفته که اگر نمیذارم باشه یه نفر دیگه بشه. یه سوال ازت دارم، اگر همه دنیا بهت بگن که نه به خاطر استعدادت نه به خاطر هوشت بلکه فقط به خاطر اینکه زن هستی نمیتونی به آرزوهات برسی، چی کار میکنی؟ اگر این داستان برات ارزش داشت حتما ویدیو رو لایک کن، نه به خاطر من، به خاطر مارگارت که 200 سال طول کشید تا اسم واقعیش گفته بشه.